کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست 365 سوالی که باید از خودت بپرسی. چاپ سوم، نشر مون. و این کتاب بر اساس این 365 یعنی 1 سال، در طی 1 سال شما هر روز از خودت 1 سوالی رو میپرسی و خودتو به چالش میکشی و با جزئیات به اون سوال پاسخ میدی. در واقع این کتاب میتونه به عنوان یه صندوقچه و یا یه مأمن امنی برای شما باشه، برای اینکه سوالهایی رو که از خودت میپرسی یا این کتاب ازت میپرسه رو درست پاسخ بدی، بهش دقیق بشی، با نگرش کامل بهشون پاسخ بدی تا بتونی بعد از انتهای کتاب وقتی کتاب رو میخونی دوباره متوجه بشی چقدر تغییراتی رو شما پیاده شده. پس هر روز 1 سوال رو باید پاسخ بدین. حالا فرقی نمیکنه از اول فروردین شما باید شروع کنید. در ابتدا هم شما اهدافتون رو مینویسین و میگین که چه اهدافی رو دارین و تو سرتون چی میگذره که قراره که با این سوالها بتونید به اون نتایج و به اون اهداف جدیدتون برسید. پس این کتاب رو تهیه کنید چون میتونه خیلی کمکتون کنه. مراقب خوبیتون باشید.